میگن شما عقیده ماتوریدی دارید، شما عقیده امام اعظم ابو حنیفه دانستید. اصلا واقعا عقیده سلف صالح، عقیده ای که امام اعظم ابو حنیفه و همه ائمه اهل سنت و جماعت در او بودن، عقیده تفویض میگن. تفویض. اما بعد، عبدالرحیم قزاقانی ماتریدی میگوید که ما را میگویند، یعنی کی میگوید؟ ما میگوییم که شما ای عبدالرحیم قزاقانی در مذهب ابو حنیفه اعتقادا در مذهب ابو حنیفه نیستید، فقها احکاما در مذهب ابو حنیفه هستید، اما اعتقادا مخالف مذهب ابو حنیفه هستید و شما در مذهب ماتریدی هستید. این میگوید که انا همچنین ما را میگویند. بله این درست است، ما میگوییم